کدام روز در تلویزیون پریر بود، پیش پریر بود، شورای عالی رو تماشا کردم، خیلی غمگین شدم. از حکومت این امیدوار نبودم، لیکن معلصف گمان من خطا برآمد. قرار قبول کردن که در این قرار دیگر در جایهای کاری نماز خواندن ممنوع است. کارگر نمیتواند در جای کارش نماز خواند. امر معروف و دعوت به سوی خدا غیر از مسجد دیگر در همه جا ممنوع است، نه در توی و نه در جنازه. خیلی خیلی غمگین شدم. او گمانی نیکی که من به این حکومت رهبراش داشتم از بین رفت. یا الله، نمیدونم این دپوتات ها فردا در پیشگاه خدا چی جواب میدن باشه. اونانی که دست برداشتن این قرار گذشت چی میگفته باشه؟ شاید نویسنده این قرار، شاید تهیه کننده این لایحه یگان یهودی بود، اما مع الاسف این دپوتاتایی که ما به اونها آواز دادیم، خدایا من از این آوازی دادگیم استغفار میکنم تا قیامت زنده هستم، دیگر در یگان انتخابات اشتراک نمیکنم، زیرا در گناه او دپوتاتی که من انتخاب کردم من هم شریک هستم، زیرا من او را امضا کرده بودم انتخاب شود. گفته اونا چی جواب میداده باشن؟ باز من خود متسلم اتیام، باز من بگویم که من از این شکسته نمیشوم. اسلام از روزی که محمد شعار لا اله الا الله را برداشت دشمن داشت. مشرکای مکه دشمنش بود، در مدینه یهودی ها دشمن بودند، صلیبی ها دشمن بودند، چینگیز ها دشمن بودند، کامونیست ها دشمنش بودند، امروز دموکرات ها هم دشمن. اسلام با همین ها مقابلت نشان داده، با سری بلند آمد، از اینها هم میگذرد، زیرا وارث این دین، صاحب این دین خدا هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین كله ولو کره الکافرون. پیغمبر بزرگوار فرمودند و جعلت الارض لی مسجدا، زمین خدا برای من در کجا که باشه مسجد قرار داده است. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین. اما دپوتاتای محترم ما برای مسلمان نمازگزار جای نماز محدود کردن، فقط مسجد. حق نداری در عرفات نماز خوانی، حق نداری در جای کار نماز خوانی. اما میشنوم در دولتایی که مسیحی در همه جا جای نماز هست برای نماز خواندن، چی در فرودگاه، چی در وکزل، چی در بیمارخانه ها، حتی در خطای که دولتی بودیستی است، بیمارایی که رفته با میگن در بیمارخانهاش مسجد دارد. جامعه که 99 فائزش با شاهدی رئیس جمهور ما مسلمان است، امروز حق نداره در کارخانهش نماز خواند، حق نداره در دکانش نماز خواند. این چی است؟ این جنگی به مقابل خدا میگویند، این جنگی به مقابل قانون خدا میگویند. خدا میگه و اقیموا الصلاة، اینا میگن نه. و ترجمه سوره مبارکی واللیل بود. و با توفیق پروردگار من میخواهم امروز این وعده دادگی خود برای شما عزیزان اجرا نمایم. البته من گجا و ترجمه و تفسیر کلام خدا گجا، اما عرب ها مقال دارند ما لا یدرک کله لا یترک کله. یک چیزی که همیشه به دست آورده نمیتوانیم، ما باید چه میشه هم باشد کوشش کنیم به دست بیاریم. شاعر میگوید آب دریا را اگر نتوان کشید، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدری تشنگی باید چشید. اگرچه
من با این علم ناکرایی خود نمیتانم این سوره مبارکه را با همه فصاحت و بلاغتی که دارد، معجزاتی که دارد، اعراب نحوی که دارد به شما بیان کنم. لیکن عزیزان من، به قدری دانش خود همون ترجمه‌ای که مفسرها در کتابها و ترجمانها کردن برای شما میگویم. قرآن کلام الهی است، برای سعادت بشر نازل شده است. او کتابی نیست که ما فقط برای دیوانه ها خوانیم تا اینکه دیوانه ها صحت شوند. او کتابی نیست که ما فقط در خدایی ها خوانیم به خاطر ارواح ها از ما خوشحال شوند. او کتابی نیست که بالای بیمارها بخوانیم تا اینکه سکرات مرگ برای اینها آسان شود. آره، قرآن برای اینها هم هست، اما مقصد از آمدن قرآن اینها نیست. مقصد از آمدن قرآن این هدایت و راهنمایی بشر است. مقصد از آمدن قرآن پند گرفتن از سرگذشت متکبران پیشین است. مقصد از آمدن قرآن عمل کردن به امر و نهی اوست. این است قرآن. از این سبب رسول اکرم گفتند القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. قرآن دسترخوان پرفیض، پربرکت و پرناز و نعمت خداوندی است. او دسترخوان است که در بالای او از تمام انواع میوگی ها و خوراکی ها و نوشابه ها، شیرینی ها هست. او کتاب است که در او تمام انواع و احکام زندگی با همه شاخه هاش هست. بنابر هر کدام ما و شما وظیفه دار هستیم از این دسترخوان پرفیض الهی به قدر دانش خود، به قدر فهمش خود بهره گیریم. همان بهره را که اصحاب پیغمبر گرفتند و صاحب سعادت دنیا و آخرت شدند، همان فیض را که تابعین و تبع تابعین گرفتند با این صاحبی سعادت شدند، صاحبی سربلندی هم در دنیا و هم در آخرت شدند. امروز عالم اسلام خار است. امروز عالم اسلام در هر کجا زیر بمباران ها قرار دارد. امروز عالم اسلام اختلاف دارد، به یکدیگر دشمنی دارد، به خاطر دور شدن از قرآن است، به خاطر عمل نکردن به قرآن است، به خاطر پند نگرفتن از آیات و از ضرب المثل های قرآن است. دشمنان اسلام خوب می‌دانستند تا قرآن از جامعه مسلمان ها کناره نرود، تا قرآن از خانه مسلمان ها دور نشود، تا قرآن از ذهن مسلمان ها فراموش نشود، ما نمیتانیم مسلمان ها را استثمار کنیم. این سخن چرچیل است. این سخن انسان است که مکارترین و داناترین انسان اروپا بود، سروزیر سابق انگلیس ها در وقت جنگ دوم جهانی. این سخن انسان است که قریب اکثر جزیره های عرب و آسیا را استیلا کرده گرفته بود، اما در مقابلت مسلمان ها که شکست خورد مجبور ترک کردن جزیره عرب و هندوستان و پاکستان شد
بنابر او تفکر کرد، او اندیشه کرد که برای چی ما نمیتونیم مسلمان ها را غلام خود کنیم، نمیتونیم اونها را تابع خود کنیم، نمیتونیم اونها را استثمار کنیم. اندیشه کرد، فکر کرد، به همین خلاصه آمد که سببش زنده بودن قرآن در بین مسلمان ها. بنابر مجلس لاردها پلتی سینتشان میرا در وزیر چرچیل قرآن همراه خود گرفت برد و در پلت لاردها قرآن به دستش گرفت و بلند نشان داد. به لارد